دوباره بیارید پایین. چند تا بچه رو دست خانم نقشه می‌ذاره. چند تا بچه رو اون گوشی رو بیار عقب. این بابا داداش من. از داخل خیابون. خود بچه نه هنوز بچه ندارم. کدوم بچه ها رو شناسایی کردی؟ بچه بزنید رسید. آنها رو از تو خیابون سوار می‌کردم. نه چجوری فکر کنید اینو تجاوز بزنید رسید؟ چرا بچه ها رو انتخاب کردی؟ چون بچه ها قربانی هستن. کدوم بچه ها رو انتخاب می‌کردی؟ چون خودم تو بچگی با هم این کار انجام شد. یعنی چی بیشتر توضیح بده یعنی چند سالش بوده کی این کارو باهات کرد؟ یکی امیر یعنی تو بچگی با هم بهم تجاوز شده به زور همینجوری. این همین باعث شد که شما به بچه‌های دیگه تجاوز کنید. یعنی بعدی که خودت تحمل کردی دادی بچه‌ها دیگه هم همین حسابو بکنن؟ بله. کدوم بچه‌ها رو انتخاب می‌کردی؟ بچه‌ها داخل خیابون بودن. بچه‌هایی که یعنی تنها بودن تو خیابون همینجوری رها شده بودن؟ خیلی. چند سالته؟ 27. از چه سالی این کارو شروع کردی؟ چند ساله داری این کارو می‌کنی؟ لوگو بیار پایین. حدود دیگه 4-5 ماه. چرا به فکرت افتاد که الان این کارو کنی؟ چرا مثلا 5 سال پیش این کارو نکردی؟ 5 سال پیشم این کارو پاک دانشجو که کردم منو گرفتن یک بار. یعنی یه بار که سابقه برای همین جرم داشتی؟ بله. چجوری آزاد شدی پس؟ به جرم آدم ربایی بودم. بعد اون 5 سال زندان بودم که آزاد شدم. اونو این کارو تجاوز نکرده می‌کردی چه بودی؟ حسی به دست میداد؟ احساستون دستی چی وقتی با بچه این کار انجام می‌دی؟ چون خودت هم تجربه کردی. چون خودم هم تجربه کرده بودم وقتی با من این کار انجام میشد احساس میکنم با من این کار انجام میدادن. خب یعنی دوست داشتی این کارو که باهات انجام میدادن؟ ببینید سوپر بچه‌ها دست بچه‌ها.